خبرنگاران رادیوی آزادی امروز ضمن تهیه یک گزارش در دوشنبه موردی حمله قرار گرفتند. شادمان یتیم و علیشیر ظریفی که امروز پی تهیه گزارش درباره مشکل در فعالیت نقلیات مسافربری پایتخت بودند، از جانب یک کاندوکتور و راننده اتوبوس مورد تحقیر قرار گرفتند. آنها با کار خبرنگاران مانع شده با شادمان که میخواست نواربرداری کند دست به گریبان شدند. خب شادمان، چی اتفاق افتاد امروز و این حادثه در کجا رخ داد؟ تشکر زرنگیز. صبح امروز تخمینا ساعت 10 بود همراه علیشیر در ایستگاه نزد صدبر بودیم. خواستیم اون اتوبوس و ترالبوس هایی که از معیار مقرر شده زیاد میستند ثبت کنیم. هنگام ثبت ما واقعا یک شاهد آن شدیم که یک اتوبوس ایستاد و اتوبوس شماره خط سیر 4 بود و راننده و همچنین کاندوکتور با بیرون برآمده با دعوت مسافران، یعنی با جمع کردن مسافران مشغول شد. ما این منظره رو ثبت کردیم و این باعث آن شد که خود راننده و کاندوکتور با ما در افتادند و نخواستند که ما آنها رو ثبت کنیم. خب شادمان، چرا چنین برخورد کردند؟ میدونستند که شما خبرنگارید و چه هدف دارید؟ بله، وقتی که ما نزدیک اتوبوس رفتیم خودم اون رو شناس کردیم، کارت خبرنگاری رو نشان دادیم، گفتیم که ما خبرنگار از رادیوی آزادی با همین موضوع در اینجا قرار داریم و موضوع رو هم شرح دادیم. حتی خود کاندوکتور و راننده رو سوال کردیم که چرا شما با بیرون برآمده با جمع آوری و دعوت مسافران مشغول هستین. خب این منظره وقتی که ما ثبت میکردیم واقعا آنها نخواستند که با این منظره برایشان کدام یک مشکلی پیش بیارد و ناگهان راننده از داخل اتوبوس بیرون شد و به من در افتاد و این عینک های من است که میبینید و از بله گرفت و از چشمانم گرفت و به زمین پرتافت و وقتی که من کارت خبرنگاری رو به راننده نشان میدادم و با یک تحقیرآمیز گفت که این کارت ناچیز است، میتواند این هر کس داشته باشد و گرفت این رو به زمین حواله کرد. خب وقتی حجت خبرنگاری شادمان رو به زمین پرتافتند، من رفته اون رو گرفتم و از اونها به اونها گفتم که این حجت خبرنگاری است و در حالی که قبلا چند بار تکرار کرده بودیم که ما خبرنگار هستیم. اون کس در پاسخ گفتن که ما در یک دقیقه میتونیم 10 تا از این نمود حجت ها رو آماده کنیم. خب دقیقاً در چه شکل تحقیر میکردند دو شادمان و اگر علیشیر در بین نمی در اومد امکان داشت که لاتوکوب هم کنند؟ شما خودتون معرفی کنید. خودتون معرفی کنید. شما تو گوسفند برام گوسفند وارد کنید. شما خودتون معرفی کنید. تو چی کارگری؟ ما ژورنالیست نشون دادم تا اینا. ایدم تیما خانم تو ما خیلی بیجک دالو بود پیچار میکنم. ای بچه مونت باید شما خودتون معرفی کنید. برای تو کی خودت معرفی میکنی؟ پول میگیرم. ما در تلسوده چی گفتی تو؟ شد ما همه رو ما تو یک کس دیگر اگی یک کس دیگر اگی تو برایش ایستگاه نیست چی میجا؟ وقتی مایان شد برایش بسیار میشه. ایستگاه همین چی میجا؟ تو را کار موندگی رو همه تو من کدی کو چلسی ای بچه ریس بودو همین حالت را یعنی تمام مسافران میدیدند؟ ولی این رو نه تنها مسافران داخل اتوبوس، همچنین در ایستگاه حدود یک بیش از 20 نفری که چون صبحگاه که بود مردم بسیار رفت و آمد میکردن در اونجا تماشا کردن. همچنین راهگذران و در اونجا نقطه های زیادی فروش مرکز های فروش هست که آنها هم شاهد این حادثه ها بودند. بالاخره شادمان برای تهیه مطلبی که میخواستید موفق شده؟ بله، ما موفق شدیم. کارمان رو همچنان ادامه دادیم و جزئیات رو در ادامه برنامه میتوانید تماشا کنید. تشکر.